محبت کنید، زیادم محبت کنید، هیچ عیبی نداره. فاتحه اون عشق رو باید خوند که تو بترسی از بروز دادنش، که با 4 تا دوست دارم گفتن بیشتر طرف هوا برش داره بذاره بره. خب اصلا مگه میشه عاشق همچین آدمی شد؟ من اگه به تو میگم دوست دارم، هر بار گفتن این جمله یه دوست دارم به خودم و انتخاب خودمه. من انتخاب خودم رو بی نهایت دوست دارم. مگه میشه جلوی بروز و ظهور عشق رو گرفت؟ چه جور عشقیه؟ من هر روز به تو محبت میکنم و به تو بال پرواز میدم که با من پرواز کنی، و اگه تو بذاری بری یعنی تو اصلا از اول مال من نبودی. میگه دوستش دارم و من معتقدم این جمله علت سردی این عشق نشاید باشد. به سلام من اگر یار خدا حافظ گفت، جایگاهش که در این سینه نباید باشد. عشق محترمه و واسه آدمی که ظرفیت داره باید همه خودتون بذارید، هیچ ایرادی هم نداره. آره.